روزی یک کاسه چای بسیار رقیق بسیار بیمزه ساعت حدود 10 صبح بعد از که ساعت 7 صبح شما صبح خوردی 10 صبح یه کاسه چای شاید بعضی روزا نمیدن شاید بدن. خب اکثر روزا هیچ چیزی قندی نبات مثلا آب نبات اینا هیچی نیست که بخورید شما همون سر میکشن ولی خیلی بعد مثلا یه ساعت میارن 2 تا آب نبات میدن. این چیه این دیگه چیه؟ خب مثلا شما که میخوای آب نبات 2 تا میدی بالاخره، خب نمیتونی یه ساعت زودتر بیاری اینو که طرف اینو با چایش بخوره نکنه یه کمی لذت ببره از چایش، نباید همونم باشه؟ نه دیگه واسه چیه کاراتون چپه.